گوگل بکنی که چطوری میتونم دامنه حرکتی رو افزایش بدم یا همون انعطافم رو بیشتر بکنم، عمدتاً حرکاتی که به شما معرفی میشه حرکات کششی هستش. اما یه سری حرکت هم هستن به عنوان چرخش مفصل به صورت کنترل شده که همین حرکات خیلی میتونن انعطاف شما رو بیشتر بکنن. میخوام توی این پست چند نمونه از چرخش مفاصل به صورت کنترل شده برای افزایش انعطاف رو نشونتون بدم. به پهلو دراز میکشید. زانویی که رو قرار داره رو از زانویی که روی زمین هستش دور و نزدیک میکنید. شروع میکنید به چرخش در مفصل ران. جهت عکسش رو هم انجام بدید. میتونید زانو رو خم، صاف و دوباره هر دو زانو به هم نزدیک در وضعیت 4 دست و پا قرار بگیرید. زانو رو از زمین بلند کنید طور که زانو در راستای ران قرار بگیره. شروع کنید به چرخش دادن مفصل ران. جهت عکسش هم انجام بدین. میتونید ساق پا رو صاف کنید طوری که مچ در راستای ران قرار بگیره. به همین حالت